احساس عجیبیه دیگه واقعا. بعد از 36 سال آقا پسر گلتو قرار رو ببینم. آخرین جملاتی که به امید گفتی شما یادت میاد مادرم؟ وقتی بچه بودی؟ وقتی که ازم گرفتم بردن دیگه ناامید شدم، گفتم دوستت دارم انشالله موفق باشی. خب خدا رو شکر. باش حرف بزن مادرم، باش حرف بزن. کشکی رو تاچه دلت آینه و شمدون شدم، چشات قطر بارون شدم، کشکی میشد یه دشت گل برات لالایی بخونم، یه آسمون نرگس و یاس تو باغ دستات بشونم. خدایا شکر، خدایا بچه های صندلی برای امید بیاریم. امید امید یه ذره مراعات حال مامانو بکن. بیا بشین کنارش امید. بیا بشین کنارش دستشو بگیر. دنیا اگه خوب اگه بد با تو برام دیدنیه. امید بیا. امید قربونت برم، بیا بشین. بیا قربونت برم بشین، بشین کنارش راحت دیگه، تموم شد رسیدی. آقا شما خیلی کارتون درسته. من فقط اینو میتونم به شما بگم. خیلی اون شب مردی. که عکس‌ها رو نشون دارم به من گفت بوش چه بویی میداد وقتی بوسش کردی. نمیتونستم بگم. الان دیگه سیر شدم. چقدرم شبیه من. خیلی. آقا امید مبارک باشه. خیلی مبارک باشه. عشقم، عشق 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 قربان امید دیگه بذار خنده هاتون رو ببینیم، بذار حال خوبتون رو ببینیم. مبارک باشه. آقا مبارک باشه دیگه. خدا رو شکر. آها این ماچ داره ها، ایشون ماچ داره ها، آقا رسول ماچ داره. امید بیا. بعد برنامه من یه اتاق میدم به تو، میتونی بغل کن بشین. خدا رو شکر، خدا رو شکر، الحمدلله، خدا رو 1000 مرتبه شکر. اگه بخوای اینجوری گریه کنید 3 تا خواهر برادر دیگه هم داری، 4 تا خواهر برادر دیگه هم داری، اونا رو دیگه نمیارم تو صحنه ها. بخوای اینجوری گریه کنی امید. میدونم مردم عزیز بسیار میدونم چقدر دارین بهم فوش میدید، میدونم کامل واقفم به این حسه دیگه. رسیدن یه مادر و پسر بعد از 36 ساله و این حسه، این قابه که من دارم میبینم چند میلیارد قیمتشه، این نگاهه چقدر قیمتشه واقعا.
خدا رو شکر که به گم شده زندگیتون رسیدید. امید تعریف کن، آدما کلی از تو سوال دارن. تو کی به تو گفتن که تو مادرت از دنیا رفته، تو مادر نداری؟ یادته؟ میدونم سخته برات حرف زدم. پنجم ابتدایی بودم یا اول راهنمایی بودم. حالا نمیخوام اسم ببرم، اسم کسی رو نبریم، کسی رو ناراحت نکنیم. اونایی که خدمت کردن اسمشون حتما میبرم، ولی اونایی که واقعا در حقم نامردی کردن، در حقم جفا کردن. پنجم دبستان بودی؟ پنجم اینا بودم. یه عکس داشتم از مادرم، عکس کوچیک داشتم، الانم دارم. الان یادم رفتم. مادر این عکس یاد میاد؟ آره. خب امید عکس کوچیک داشتم، یکی از همسایه‌هامون بود. ببخشید. راحت باش، همه حالتو درک میکنیم، راحت باش. یه عکسی بود بغلش بودم، فکر کنم تنها عکسی بود از من. الانم دارم. عمم همیشه میگه، اونم از عمم گرفتم عکسشو. رفتم، البته یکی از اقوام، یکی از همسایه‌هامون گفت که امید مادرت میخوای ببینی چیزی هست، یکی از اقوام هست شاید کمکت کنه، میتونی بری ببینیش. گفتیم باش. بچه بودیم دیگه، ذوق داشتیم، همه مادر داشتن. وقتی که من به مادر بزرگ خودم میگفتم مامان، به بابا بزرگ خودم میگفتم بابا. خب گفتیم بریم، نه اینکه بگم ذوق و شوق داشتم اون موقع، یه هیجانی چیزی. گفتم خب باش مادر بریم یه آدرسی ازش بگیریم. 2 نفری بودیم با هم دیگه رفتیم روستای تنگرا، تبارستان چیزی، گلستان، شهر توریستیه. یه شب موندیم اونجا، بعد قرار شد بریم، فرداش قرار شد بریم پیش این آقایی که هست، عکس نشون بدیم و ببینیم آدرسی از مادرم اگه داره بگیم. سن هیچ وقت یادم نمیره، هنوزم تا هنوز انگار جلو دوربین جلو چشم. عکس با خودم بردم، تو محیط بانی بود. رفتیم اونجا، گفتم با فلانی کار دارم. گفتم الان میاد اونجا، یه کارش نمید. اومد، سلام علیک. آدم خشکی بود، هیچ مقدمه، هیچ چی نگفتم مثلا بگم مقدمه چی، بلد نبودم، بچه بودیم چه میدونیم. یه عکس تو جیب ما بود، عکس گرفتم بردم نشون دادم. گفت بفرما. گفتم من امیدم. گفت کدوم امید؟ گفتم پسر ادیبه. گفت چیکار کنم؟ گفتم مادرم میخوام، اگر آدرسی ازش داری چیزی داری بهم بده. گفت نه مادر ندارید، مادرت مرده. نیست. یعنی باورت میشه؟ امید همه دور و بری بود میگفتم مادرت فوت کرده. دیگه تا کسی که تا اقوامی به اون صورت ما نداریم اینجا. هر کی بوده آره. مادر نیست، برای چی؟ مادری که فوت کرده دیگه. خبری از تو نمیگیره، خبری ازت نیست. دنبالت پید میگرده. نه. گفتیم باش. هیچ مقدمه بدون اینکه چیزی بشه. فقط بغض کردم اومدم. گریه هم نکردم. بغض کردم اومدم. یه بچه 10 ساله بودی اون موقع دیگه. 11 ساله. پنجم 11 ساله. میگم هیچ حسی یه چیزی داشته باشم بگم. امروز امید فهمیدی که چه اتفاقی برای مادرت 36 سال پیش افتاده؟ الان دیگه میدونی؟ الان میدونی که خواسته برای تو دویده، برای تو گریه کرده؟